اگر حق الناس باشه باید هم حلالی به طلبه و هم رد مظالم بکنه. اگر قبل از این که حلالی به طلبه اون طلبکارش فوت کرد، این پریشان میشه. حالا باید چه کار بکنه؟ نیست. امروز فردا، امروز فردا، امروز فردا روش نمیشد. شیطان نمیذاره تا این که طرف فوت کرد، حالا دیوانه شده، شیدا شده، حالا کجا پیداش کنه؟ حق الناس رفت. برو خدمت خانوادش کن، بعد از هر نماز براش دعا بکن، اونقدر گریه و زاری بکن، خدا رو از خودت راضی بکن و از خدا التماس کن، خدایا تو اونو در دشت محشر از من راضی بکن، از خزانه خودت بهش بده، راضیش بکن. من فرصت نکردم، از دستم رفت.